روز نهم ذوالحجه، برادران و خواهران گرامی که در خدامون روز جمعه علیه روز عید اعلان کردن، روز پنجشنبه هر یک کدام ما باید که روزدار باشیم و پاداش این روزه، این روز نهم ذوالحجه، شما بینید که تمام لغزشاتون، تمام کمبودی های در نامه اعمال داشتتون، چی این ساله و چی آینده می آمدگی را خداوند به خاطر یک روزی، همین روز نهم ذوالحجه، همش از نامه اعمالتون دور میکنه. این بگیم شانس و این امکانیت شاید در آینده دیگر در اختیار ما نباشد. و از همین روز نهم، روز پنجشنبه، از بعد نماز بامداد تکبیر و تشریق میگیم: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. از بعد فرض نماز بامداد از روز پنجشنبه پشت 23 نماز، یعنی روز پنجم بگیم تا پنجم روزی انا گذشتن، بعد نماز عصر ما این تکبیرات بعد قطع میکنیم. هر یک نفر، چی امام چی نمازگزار، باید پشت نماز این تکبیر و این تشریق را باید که به زبان بیارن.